سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو و چنل خودتون. دوستان این اولین ویدیویی هست که من خودم شخصا اومدم داخل ویدیو هم و یه ویدیوی آموزشی رکورد کردم و چون کامنت های شورت ویدیوی دبلی خیلی زیاد بود آقا روش نصب مود رو بذار و منم یه ویدیوی 10 دقیقه رکورد کردم که کارتون لنگ نمونه. موضوع ویدیو من همون دیگه، روش نصب مود روی GTA V. خب بدون هیچ مقدمه ای بریم برای ویدیو. فقط قبل از شروع آموزش ممنونشم که منو سابسکرایب کنی و لایک و کامنت بدون نره عشق من بریم. خب دوستان، شما برای نصب مود روی GTA V به در واقع یه دونه افزونه یه دونه برنامه نیاز دارید. اونم برنامه اوپن‌آی‌دی من دانلود کردم. حالا چجوری دانلودش میکنید؟ میایین داخل گوگل کروم سیستم، یا اگه گوگل ندارین داخل پی سی میتونین روی گوشی دانلود کنین، بعد بفرستین با کابل یو اس بی به پی سی. می‌نویسین آقا دانلود نشون بده اوپن خب اینجا چند تا سایته، شما از زرگیم بهتر که دانلود کنید یا گیمی. این داخل سایت همین سایت اینجا دانلودش میکنید، خیلی کار ساده ایه. خب تا اینجا کار، یعنی وقتی شما افزونه اوپن‌آی‌دی رو دانلود کردی میشه گفت که 60% راه و رفتی و فقط گل بایستش. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، برای شما نصب مود بازم وارد گوگل کروم میشین. مثلا میخوایم مود پارس، حالا من پارس اضافه کردم یه ماشینی که نباشه، ماشین پراید. مثلا می‌نویسیم دانلود مود ماشین پراید 131 برای GTA خودشم آورد. خب گیم کیو هست، زرگیم هست. من خودم میرم روی سایت اولی، اون سایت منتخب است. خب مودمون همینه و روش نصبش هم ریپلایسه و من توی این ویدیو نمیخوام این روش رو بهتون آموزش بدم. روش اصلی یعنی روش ادوان میخوام بهتون آموزش بدم و در واقع میشه گفت روش ادوان اصلی ترین روشه که من میتونم، یعنی شما میتونی یاد بگیرید که در واقع بهترین روشی هست که من از شما انتخاب کردم. اونگاه پارس شد این ما داشت. خب همین ما انتخاب میکنیم روش ادوان. شما میایین پایین دانلودش میکنید. میشه سرعت نتم ریده واقعا. بعد از دانلود این صفحه رو نبندید، اصلا نبندید، چون با این کد کار داریم. با این بعد از دانلود بهتون توضیح میدم. خب دانلود شد، ما این صفحه رو میبندیم. بعد این فایل زیپ رو باز میکنیم، هم پارس ایلکس رو میاریم اینجا، یه کپی میدیم، تمام. خب اوپن‌آی‌دی رو روشن میکنیم، نسخه GTA تون رو انتخاب میکنیم.
و ادیت مود رو اول از همه میزنیم به این شکل. اینجا بهتون یه دونه اصل منیجر هست، اینا برای شما نصب نیست اگه بار اول اوپنآی رو دانلود کرد. اینا برای شما نصب نیست، شما باید اینو دانلودشون کنی این ستا رو و همون. خب ادیت مود رو که زدی میان روی آپدیت x64 کپس رو میزنی اینجا، همینو میکشیم میندازیم اینجا. خب پارس یلیکس اسمش، میایم پایین باید پیدا کنیم آقا اضافه شد یعنی یا نه. بله اضافه شد، اینجاست. خب برمیگردین عقب، دوباره آپدیت رو میزنین، آپدیت RPF رو میزنین، شاو این مودز فولدر رو میزنین، همون رو میزنین، دیتا رو میزنین و وارد سایتی که دانلود کردین میشین. به این شکل همین کد رو کپی میگیریم و دیگه با سایت کاری نداریم. میایم روی دیدست XML این ادیت رو میزنیم، بعد میایم پایین اینجا یه دونه اینتر میزنیم که جا باز شه و همین رو کلیک راست پیست و تمام. مود ما نصب شد. خب بریم برای در واقع بازی ببینیم که آقا نصب شد یا خیر. این روش ادآن روش اصلی نصب مود هست و روش بعدی ریپلایس همون مودی هست که ماشینی که اضافه کرده زیر دست NPC ها هم میفته و اونم یکم روش خودشو داره. من اولش گفتم این ویدیو رو بذارم، وقتی که خواستن همون دوران ویدیو رو هم میذارم. شما فقط کافیه که کامنت های همین ویدیو بذارید. خب برای ظاهر کردن مود F5 رو میزنیم. من چون دیگه خیلی مود نصب کردم، خب دومی پارس یلیکس همین رو پایین چون آخره. اینه من Mira nomás que chulada de ambiente, seguimos bailando con esto que dice. واقعا ظاهر با 1, 2, 3, 4. شکاف واقعا زیبا است. من نصبش کنیم واقعا کار ساده‌ایه. اسکیماشون کنی با ویدیو من ببریم و مطمئنا نصبش همین کار بس. حرفی نمیمونه. امیدوارم که هر جایی هستیم همتون سالم باشه، زندگی پر از خیر و برکت داشته باشید و هر روز من تندرست باشین و همچنین که سابسکرایب لایک یادتون نره. عشق منی.